سلام رفقا، چطورید آقا؟ یه باگ گانی جدیدن ترند شده و اینطوریه که با یه دنسی که از رنک میگیرید میایید این گانو بزرگش میکنید و خب خیلی هم میان میگن وقتی این دنسو زدی، وقتی این طلا رو برمیداری که ایم بگیری گانت بزرگ میشه. ولی من بهت یاد میدم گانتو خیلی بزرگ، به شدت بزرگ، یکی هم بس خیلی بزرگه، اون آموزش بدن. خیلی هم میگن که واسه اینکه خیلی بزرگ بشه باید دنس دارک شپرد داشته باشی اونو، ولی من بهت یاد میدم با همین دنس هم این کارو انجام بدی. واسه اینکه گانتون به صورت عادی بزرگ بشه باید وقتی طلا رو برمیداره یه دونه ایم بگیرید، ولی واسه اینکه خیلی بزرگ بشه رو سرتون باشه باید وقتی دنس کامل تمام شد کیسه رو داشت میذاش تو جیبش، اون موقع باید بزنی. یا اگر میخوای خیلی بزرگ شه به صورتی که باید کمش جلوی سر کاراکتر رو بگیره، اون موقع باید دنسو که زدی سری ایم بگیری. دمتون گرم، لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. عشق منید.